السلام علیکم خوانندگان عزیز. درس نوبتی ما از فن متماتیکا برای خوانندگان صنف یکم. موضوع امروزی ما از قسم ها بتون را از بتون حصه ها را حاصل کردن. صفحه 132. سنجش وظیفه خانگی. با شمایان مثال 16 مقایسه کردن. با کتک‌های خالی اشاره‌های لازمه رو گذاشتن. وظیفه کرده داده شده بود. بیاید در یک جایگی میسنجیم. با عدد 20 عدد 9 رو جمع کنیم. 29 خورد است از 30. بله. از عدد 45 عدد 5 رو طرف کنیم. حاصل طرف همون 40 با 40 برابر است. از عدد 36 عدد 6 رو طرف کنیم. حاصل طرف همون 30 کلان از 29. با عدد 50 عدد 8 رو جمع کنیم. حاصل جمع ما 58 خورد از 68. با عدد 80 عدد 4 رو جمع کنیم. 84 کلان از 79. از عدد 79 عدد 9 رو طرف کنیم. حاصل طرف همون 70 با 70 برابر است. بله خوانندگان عزیز، وظیفه اجرا کردگی شمایان مثل در اکران بوده باشد. درست است. آفرین. مثال 1. چه خیل شکل ها حاصل شد؟ نامش رو گویید. بله خوانندگان عزیز، در رنگ های سرخ، در رنگ های زرد شکل چی؟ سکنجه. الان اکنون شکل های سکنجه در یک جایگی یک تا بتون چه رو حاصل میکنن؟ کوادرات رو حاصل کرده شده است. کدام شکل است؟ بله خوانندگان عزیز، چارکنجه. از یک تا بتون چارکنجه ما چند تا سکنجه ساخته شدیم؟ بله، 2 تا سکنجه ساخته شدیم. مسئله 2. در یک بند 49 متر سیم موجود بود. در دوام یک روز کاری 17 متر سیم بریده گرفتند. در بند چند متر سیم باقی مانده است؟ خوانندگان عزیز، شرط مسئله را از کتاب درسیتان باز یک بار دیگر خوانید و حل کنید. آفرین خوانندگان عزیز، موجود بود 49 متر سیم، بریده گرفتند 17 متر سیم باقی ماند. بله خوانندگان عزیز، باقی ماند 32 متر سیم. آفرین. فکر کنید، جستجو کنید و یابید. خوانندگان عزیز، بیایید در یک جایگی با خانچه نگاه میکنیم. از شکل‌های زیرین در اینجا رسم خانچه تصویر یافته است. در خانچه قیمت ifade ها داده شده است. ما از ifade های عددی قیمت ifade ها رو میابیم و نشان میدهیم. زینا 6 طرح 0 با 6 برابر است. درآمدگاه از عدد 28 عدد 8 رو طرح کنیم با 20 برابر است. بله خوانندگان عزیز، شکل کلانترین با عدد 40 عدد 5 رو جمع کنیم.
قیمت ایفاده ما با 45 برابر است. با عدد 10 عدد 7 رو جمع کنیم. قیمت ایفاده ما 17. آفرین خوانندگان عزیز. با عدد 20 عدد 8 رو جمع کنیم. حاصل جمع ما با 28 برابر است. بله. با عدد 30 عدد 7 رو جمع کنیم. حاصل جمع ما 37 می باشد. با عدد 5 صفر رو جمع کنیم. قیمت ایفاده ما با 5 برابر است. با عدد 6 عدد 3 رو جمع کنیم. حاصل جمع ما با 9 برابر است و 1 رو گذاشتیم. بله خوانندگان عزیز. وظیفه خانگی مثال 4. قیمت ایفاده ها رو حساب کنید.